دستگاه درون رحمی آیودی مجموعه‌ای از رویدادها که چرخه قاعدگی نام دارد حدود ماهی یک بار رخ می‌دهد تا بدن زن را برای بارداری آماده نماید. تغییرات سطوح مواد شیمیایی طبیعی در جریان خون که هورمون نام دارند این رویدادها را کنترل می‌کنند. ارگان‌های تناسلی که تحت تاثیر این هورمون‌ها هستند عبارتند از واژن، دهانه رحم، لوله‌های فالوپ و تخمدان‌ها. تخمدان‌ها دو هورمون اصلی تولید می‌کنند که این هورمون‌ها استروژن و پروژسترون نام دارند. با بالا رفتن سطح استروژن، مایع مخاطی غلیظ درون دهانه رحم رقیق می‌شود. استروژن همچنین هورمون‌های دیگری را فعال می‌کند که باعث می‌شود یکی از تخمدان‌ها یک تخمک آزاد کند. این فرایند را تخمک‌گذاری می‌نامند. اگر زن در حین این فرایند مقاربت جنسی داشته باشد، سلول‌های تولید مثل مرد که اسپرم نام دارند می‌توانند از مخاط رقیق شده عبور کنند تا تخمک را باردار کنند. در رحم استروژن باعث می‌شود که پوشش داخل رحم ضخیم‌تر شده و آن را برای دریافت تخمک بارور شده آماده می‌سازد. افزایش سطح پروژسترون باعث می‌شود که غدد موجود در پوشش داخلی رحم مایعی را تولید کند که تخمک بارور شده از آن تغذیه می‌کند. پروژسترون همچنین باعث می‌شود که مایع مخاطی رقیق شده در دهانه رحم دوباره غلیظ شود که از گذر اسپرم‌ها جلوگیری می‌کند. اگر تخمکی بارور نشده باشد، سطح هر دو هورمون استروژن و پروژسترون افت می‌کند. این افت سطح هورمون‌ها باعث وقوع قاعدگی می‌شود، فرآیندی که در آن رحم پوشش و خون درون خود را از طریق واژن بیرون می‌ریزد. این دستگاه درون رحمی یا آیودی یک شیوه کنترل بارداری است که متشکل است از یک دستگاه تی-شکل نرم و انعطاف‌پذیر که در انتهای آن یک نخ نازک وجود دارد. دو نوع دستگاه درون رحمی وجود دارد: آیودی‌های هورمونی و آیودی‌های مسی. برای پیشگیری از بارداری، پزشک آیودی را درون رحم زن قرار می‌دهد به نحوی که نخ آن درون واژن آویزان باشد. هر دو نوع آیودی باعث التهاب ملایم پوشش درون رحم می‌شوند که در واکنش پوشش درون رحم سلول‌های ایمنی و مواد شیمیایی آزاد می‌کند که باعث کشته شدن اسپرم‌ها می‌شود. آیودی‌های هورمونی همچنین حاوی پروژسترون مصنوعی می‌باشند که لوونورژستر نام دارند. لوونورژسترل عمدتاً با غلیظ کردن مخاط دهانه رحم باعث جلوگیری از بارداری می‌شود. همچنین از ضخیم شدن پوشش داخل رحم جلوگیری می‌کند تا احتمال دریافت تخمک بارور شده توسط آن کم شود. حدود یک ماه پس از قرار دادن آیودی، دکتر ممکن است برنامه یک معاینه را ترتیب دهد تا مطمئن شود که دستگاه هنوز سر جای خود قرار دارد. دکتر همچنین ممکن است به خانم یاد دهد که با حس کردن نخ درون واژن می‌تواند بین نوبت‌های ویزیت معاینه خود دستگاه را چک کند. بسته به نوع آن، یک دستگاه آیودی را می‌توان به مدت 3 تا 10 سال درون واژن نگه داشت. خانم‌ها می‌توانند به هر دلیل و هر زمانی از دکتر بخواهند که دستگاه را خارج کند. یک دستگاه درون رحمی یا آیودی یکی از اثربخش‌ترین شیوه‌های کنترل بارداری است. میزان اثربخشی آیودی‌ها در پیشگیری از بارداری بالای 99% میباشد. این یعنی هر ساله از هر 100 زن که از آیودی استفاده کرده و به طور منظم آن را بررسی می‌کنند که سر جای خود قرار داشته باشند، کمتر از یک زن باردار خواهد شد. با این حال اگر محل قرارگیری آیودی‌ها بررسی نشود، اثربخشی آنها به 97% میرسد.